سلام، ابراهیم هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم دیگه آیک V2 رو کانفیگ کنیم. البته بدون نیاز به اد کردن سرتیفیکیت در دیوایس های کلاینتمون. دقیقا بعد از اینکه آیک V2 رو کانفیگ کردیم، مشابه به L2TP میتونیم آیک V2 رو روی کلاینت هامون کانفیگ کنیم. فقط نیاز به یک آدرس سرور و یوزرنیم و پسورد جهت اتنتیکیشن هست. خب بریم که آیک V2 رو با هم دیگه کانفیگ کنیم. مرحله اول یک دونه بریج باید اد کنیم که ما اینجا اسمش رو میذاریم آیک بریج داش آیک V2 و یک آی پی باید در نظر بگیریم برای یک رنج آی پی برای آیک V2 که من اینجا رنج آی پی 172.16.10.0/24 رو در نظر گرفتم و اینجا روی بریجمون ارزم به خدمتتون که آی پی 172.16.10.1/24 رو ست میکنم. بعد از اینکه آی پی 172.16.10.1 رو گذاشتیم روی بریجمون، باید بریم توی قسمت آی پی پول و یه پول تعریف کنیم برای آیک V2 مون. آی پول داش آیک V2 یک رنج آی پی هم باید براش در نظر بگیریم که من رنج آی پی 172.16.10 تا 172.16.10.250 رو در نظر میگیرم. این پولمون رو هم اد میکنیم. در مرحله بعدی ما باید یک سرتیفیکیت پابلیک دریافت کنیم برای آیک V2 مون. البته این سرتیفیکیت پابلیک کاملا رایگان هست. فقط تنها موضوعی که وجود داره، یک، شما باید دامنه داشته باشید حتما و ارزم به خدمتتون که هر 90 روز یک بار این سرتیفیکیت اکسپایر میشه و شما باید از نو تمدید کنید. نگران این نباشید که بعد از 90 روز بخواید تغییراتی در کانفیگ های کلاینت هاتون ایجاد کنید. خب بعد از اد کردن پولمون ما باید بریم سراغ دریافت سرتیفیکیت. برای دریافت سرتیفیکیت دو تا موضوع رو باید در نظر بگیرید. یکی اینکه حتما DNS داشته باشه میکروتیکتون. دو، داخل تب IP سرویسز سرویس های وب حتما باید انیبل باشن و حتما پورت پیشفرض 80 و 443. خب بریم که سرتیفیکیتمون رو دریافت کنیم. ببینید من توی قسمت سیستم سرتیفیکیت هیچ سرتیفیکیتی ندارم. وارد یک ترمینال باز میکنیم و با دستور certificate/enable SSL certificate و بعد هم DNS name باید ارزم به خدمتتون که آدرس دامنتون رو وارد کنید. یعنی به عنوان مثال آدرس دامنه من هست ikv2. بعد از وارد کردن دامنتون اینتر میکنیم و منتظر میمونیم تا سرتیفیکیتمون ساخته بشه و اد بشه روی دیوایسمون. خب سرتیفیکیت ما ساخته شد و اضافه شد به میکروتیکیوم. ببینید اینجا توی قسمت سیستم سرتیفیکیت یک سرتیفیکیت برای ما ساخته شده که 89 روز زمان داره، 90 روز بهتره بگیم. شما هر 90 روز یک بار اینو باید تمدید کنید. البته اگه میگم 90 روز یک بار، شما دوست داشتید 20 روزه، 30 روزه، 50 روزه، هر وقت که وقت کردید اینو تمدید کنید که خدای نکرده اکسپایر نشه و سرویس هاتون از کار بیفته. خب بریم که
سرتیفیکیتمون رو راه اندازی ارزم به خدمتتون IKV2 رو راه اندازی کنیم، وارد تب IP سک میشیم و در مرحله اول وارد تب مود کانفیگ میشیم. یه دونه پلاس میزنیم، اسمش رو حالا به دلخواه هرچی دوست دارید میتونید بذارید، من میذارم ببخشید چرا من اینجا باید وارد تب مود کانفیگ بشم. مود کانفیگ پلاس رو میزنیم و یک اسم براش در نظر میگیریم، مود داش آیک V2. خب گزینه بعدی از همون ادرس پولمون رو میخواد، همون ادرس پولی که اومدیم ساختیم تو قسمت IP پول، اون رو باید وارد کنیم. نیازی نیست به هیچ کدوم دیگه از تنظیمات کاری داشته باشید، فقط تیک سیستم DNS رو برمی‌دارید و یک DNS دستی اد میکنید که من به عنوان مثال میذارم 4 تا 1 و 4 2 2 4. خب بعد از اینکه تنظیمات قسمت مود کانفیگمون رو انجام دادیم اوکی میکنیم و به تب پروپوزال میریم، یه دونه پلاس میزنیم. ببینید اینجا اول اینکه ازمون یک اسم میخواد، پروپوزال داش آیک V2. ببینید اینجا الگوریتم های رمزنگاری جهت اتنتیکیشن رو ازمون میخواد که از چه الگوریتم هایی ما دوست داریم استفاده کنیم. ببینید نیازی نیست الگوریتم های پیشرفته یا انتخاب کنید، البته اگر که سرویس مهمی ندارید. همون به نظر من شاوان و AES128 برای ما کافیه. اگر که از الگوریتم های پیشرفته استفاده کنیم و سنگین باشه، باعث میشه که لود زیادی از سی پی مون استفاده بشه. خب اینو هم که ما ساختیم، کار دیگه نداریم، فقط اینجا PFS رو ما اینجا باید نان کنیم، اپلای اوکی، و در مرحله بعد تب پروفایل میریم. اینجا هم یه دونه اد میزنیم، پروفایل داش آیک V2. خب کاری که اینجا ما باید بکنیم، اول اینکه هش الگوریتمش رو میذاریم همون شاوان. اینجا همین تیکایی که به صورت پیشفرض داره اوکی هست و نیازی نیست چیزی رو تغییر بدیم. اپلای اوکی. در مرحله بعد یه دونه گروپس باید اد کنیم، تب گروپس اد رو میزنیم. اینجا فقط یه دونه اسم میخواد، گروپ داش آیک V2. خب اینجا اپلای اوکی. خب داخل تب پالیسیز یه دونه پلاس میزنیم و اینجا عرضم به خدمتتون که تیک تمپلیت و گروپ، همون گروپیه که ساختیم اینجا هم همون رو انتخاب میکنیم و در تب اکشن پروپوزال، همون پروپوزالی رو که ساختیم اینجا بهش معرفی میکنیم، اپلای اوکی. خب مرحله بعدی باید بریم داخل تب پیرز، یه دونه پیرز تعریف کنیم. تو تب پیر نیازی نیست که به هیچ کدوم از قسمت های ادرس، پورت و لوکال ادرس چیزی رو وارد کنیم، فقط اینجا اسمش رو میذاریم پیر داش آیک V2 و پروفایل همون پروفایلی که ساختیم. اکسچنج مود باید آیک 2 رو انتخاب کنیم و تیک پسیو رو هم بزنیم، اپلای اوکی. اینجا هم کارمون تموم شد و در مرحله آخر قسمت آیدنتیتیز. خب ببینید اگر که شما میخواید احراز هویت یوزرهاتون از طریق اکانتینگ انجام بشه، اینجا در قسمت ستینگ هر دو تا تیک باید بزنید و اپلای اوکی کنید. فقط در نظر داشته باشید که حتما اکانتینگتون از IP سک پشتیبانی کنه. من تا جایی که به یاد دارم فکر میکنم که
اکانتینگ IBSNG از IPsec پشتیبانی نمیکنه. خب در قسمت آیدنتیتیز هم باید یه دونه پلاس بزنیم و اینجا پیر همون پیری که تعریف کردیم و آتنتیکیشن متد رو هم باید EAP رادیوس انتخاب کنیم. خب قسمت بعدی سرتیفیکیت از همون میخواد. سرتیفیکیت همون سرتیفیکیتی که ما دریافت کردیم به صورت رایگان اد میکنیم و قسمت بعدی پالیسی تمپلیت گروهمون رو انتخاب میکنیم، همون گروهی که ساختیم و در قسمت ریموت آیدی تایپ باید ایگنور رو انتخاب کنیم و عرضم به خدمتتون که اینجا قسمت مچ بای هم نیازی نیست چیزی وارد کنید و قسمت مود کانفیگ همون مود کانفیگی که ساختیم و اینجا هم جنریت پالیسی هم باید عرضم به خدمتتون پورت استریکت رو انتخاب کنید. اپلای اوکی. فقط در نظر داشته باشید که حتما باید اگر که به یوزر به اکانتینگی وصل هستید در قسمت رادیوس تیک IPsec رو زده باشید. خب به نظر میاد که الان ما همه کارامون رو به درستی انجام دادید. فقط در نظر داشته باشید که حتما یه خط نت هم باید نوشته باشیم که ما نوشتیم برای خروجی اینترنت. خب بریم روی یک دیوایس اندروید کانفیگ کنیم و ببینیم کانکت میشه یا نه. خب اینجا پلاس رو میزنیم. گزینه اول یک اسم از ما میخواد، به عنوان مثال ما میذاریم IKV2 و نوعش هم باید IKV2 IPsec MS چپ V2 باشه. آدرس سرور رو از ما میخواد. آدرس سرور باید همون دامنمون رو وارد کنیم و در نهایت هم یه دونه یوزرنیم و پسورد از ما میخواد که من قبلا روترم رو به یک اکانتینگ وصل کردم و یوزر پسوردم رو ساختم جهت اینکه زودتر بتونیم کارمون رو انجام بدیم. و خب بعد از اینکه IKV2 مون رو کانفیگ کردیم حالا بریم تست کنیم که ببینیم آیا کار میکنه IKV2 مون یا نه. خب اینجا اینو که ما ساختیم طبق چیزی که باید انجام میدادیم، ذخیره و اتصال. بله میبینید که IKV2 مون وصل شد به درستی و در قسمت IPsec اکتیو پیر میبینید که یه دونه دیوایس به دستگاه ما وصل شد. موضوع بعدی که وجود داره برای اضافه کردن در گوشی های آیفون، ببینید اینجا تایپ رو باید بذاریم IKV2 دیسکریپشن یک اسم دلخواه، سرور مجدد آدرس ارزم به خدمتتون دامنمون، ریموت آیدی هم باید آدرس دامنمون رو اینجا تایپ کنیم و در آخر هم که یوزر اتنتیکیشن رو باید بزنیم روی مود یوزر نیم و اینجا هم یوزر نیم و پسوردمون رو وارد کنیم و بتونیم کانکت شیم. موفق باشید.